سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم که با هم دیگه بریم فروغ فرخزاد تو دنیای نقاشی هم جا بدیم و یه صفحه دیگه از دفتر نقاشیمو پر کنیم. به درخواست شما عزیزان ویدیو بعدیمون در مورد ملکه کلئوپاتراست. پس اگه موضوع و یک شخصیت تاریخی دیگه که در نظر داریم برام کامنت کنید و به هم بگید تا بره تو لیست و با هم دیگه نقاشیشو شروع کنیم و در موردش با هم دیگه حرف بزنیم. فروغ فرخزاد، دختری که به جنگجوی تاریخ و فرهنگ معروفه. دختری که میخواست آزادانه تجربیاتشو ارائه بده و کنجکاویاشو تجربه کنه. دختری که میخواست آزادانه شعرهاشو زندگی کنه و هیچکی به هیچ صدمه نزنه. فروغ داستان ما خانواده تحصیل کرده و موفقی داشت. نسبت به سطح فرهنگ اون موقع خیلی با فرهنگ و باسواد بودن. مادرش از یه خانواده ثروتمندی بود که تو مدرسه آمریکایی ها تحصیل کرده بود و توی خانواده سطح بالای شهر تهران بود. پدرش هم نظامی بود، تو اون موقع ها باسواد بود. بچه هاشون هم باسواد و با فرهنگ و آزادانه تربیت کرد، ولی قانون خشک خودشونو داشتن. خب به نظر شما منظورم قانون خشک خانواده چی بود؟ خب هر خانواده قانون خودشو داره که این بستگی به تربیت نوع پدر و مادر عزیز داره. ولی خانم فروغ فرخزاد و خانواده‌اش با وجود این که توی سطح فرهنگی سطح شهر بودن و ثروتمند بودن و اینا، حتی مثلا گفته میشه که پدرشون اجازه نمیداد از پتوی گرم و نرم استفاده کنن و باید از پتوی نظامی و سربازی استفاده میکردن. یعنی شما تا این حد. بعد اینکه به دور از محبت پدر و مادر و مهر مادر و محبت پدر بود، این باعث شد که فروغ فرخزاد مثل خواهرش زود ازدواج کنه و در سن 16 سالگی با آقای پرویز ازدواج کرد. خب بعد اینکه چیزایی که باید دونستیم، الان باید بریم سراغ نقاشیمون. قبلش همیشه تو طول ویدیو یا قهوه‌ای میخوریم یا چایی، ولی چون خیلی از شما روزه هستین و به احترام شما چیزی نمیخوریم، ولی میخوام یه سری چیزا رو بهتون نشون بدم. آقای خرچنگ البته فوت شده، به دستم نداره، ولی حضورش مایدل گرمه، خیلی بامزه است. ساکت و آروم یه گوشه نشسته و کدوی خونگی که از اون کانال با همون هست و آقای گیشلم خان. قبلش روی نقاشیمون بهتره که اول تناسبات اولیه رو اجرا کنیم و تناسبات اولیه رو مشخص کنیم، طراحی اولیه‌اش رو بزنیم. بعد اینکه بریم سراغ اصل مطلبمون. مثلا من واسه چهره اینطوری تناسبات اولیه رو میزنم، طراحی اولیش رو میزنم. بعد دیگه امروز من فقط از مداد و مرکب استفاده میکنم. بعد کنته سفید، یکم هم کنته سفید. در طول ویدیوهای بعدی از تکنیک‌های بیشتری هم استفاده میکنیم. فعلا واسه شروع کار این خوبه. مثلا قهوه و مرکب و زغال و هاشور و مثلا هاشور با کاتر، یا اینکه هر چیزی دیگه که بخوایم و هیجان انگیز باشه.
خب بچه ها، امروز هم تونستیم با هم دیگه نقاشی تکمیل کنیم و یه شخصیت دیگه رو به تصویر بکشیم. تا تصویر دیگه و نقاشی دیگه، شخصیت دیگه، بای بای.